شروع میکنیم. خب دوستان گرامی، خوش آمدید امروز به برنامه رونمایی کتاب پرارزش جناب پروفسور حسن صفوی و سخنرانی که در همین زمینه انجام خواهند داد. من قبل از هر چیز ازشون سپاسگزاری میکنم که واقعا این برنامه رو ترتیب دادیم از طریق بنیاد تاریخ ایران و من این افتخار رو داشتم که ظرف این چند سال گذشته 3 سال گذشته در کنار ایشون و دیگر دوستانمون که نام خواهم برد از یکیشون واقعا بایستی سپاسگزاری کرد، تونستیم به هر حال برنامه‌های خوبی رو پیاده بکنیم، کارهای ارزنده‌ای رو انجام بدیم به واقعا سرپرستی و هدایت جناب پروفسور که خیلی خوب تا به حال پیش رفته. خب این خوشبختی رو داریم که چون همه کارها این روزها مجازی انجام میشه، ولی اینجا ما خوشحال هستیم که حضوری در خدمتتون هستیم و البته در همین لحظه که صحبت میکنیم دوستان عزیزمون آقای مهندس امیر حسین سلطانیان که در آلمان تشریف دارن و عضو یکی از اعضای اصلی بنیاد تاریخ ایران هستند و دوست عزیزمون آقای نیاک قربانی که اینجا هستن کارهای تکنیکی رو انجام میدن و الان برنامه به صورت زنده در یوتیوب، فیسبوک، همه این رسانه ها پخش میشه و من از همینجا درود میفرستم به همه عزیزانی که از دور و نزدیک در اقصا نقاط جهان دارن این برنامه رو میبینن و به خصوص در ایران عزیزمون که میدونم تماس‌های زیادی که ما داشتیم و کارهای زیادی که در این زمینه شده در ایران متقاضی خیلی زیاد هست در اونجا. به هر حال این خوشنودی رو ما داریم که این برنامه در حقیقت کار گسترده تحقیقاتی 14 قرن قیام و ایستادگی که نام کتاب جناب پروفسور هست رو برای بهره‌گیری ایران این کتاب در حقیقت و این جستار بهره‌گیری ایرانیان از ابزار تشیع برای پاسداری از فرهنگ و زبان خود هستش. و جناب پروفسور صفوی پس از نگرش 3 تن از برجسته ترین اسلام شناسان درون ایران و تایید آنان این کتاب رو ویرایش کردن که الان به چاپ رسیده و در راه هست، داره میاد. دوست عزیزمون آقای وحید عوازری لطف کردن و کتاب ها رو دریافت کردن و الان تا چند دقیقه دیگه خواهند رسید. و این همین در یک زنجیره همایش های میهن دوستان و فرهیختگانی مانند خود شما که در اینجا تشریف دارید با حضور خود ایشون این بازتاب برجستگی های این نگاشته رو خواهیم داشت و پرسش و پاسخ هم در پایان خواهیم داشت. البته این را متذکرشم که سالن میدونید اینجا محدودیت های خودش رو داره، مثل سابق نیست که یه خورده راحت باشه و دست و بالمون به قول معروف باز باشه. سر ساعت 5 بایستی اینجا رو ترک کنیم، ولی خوشبختانه فکر کنم فرصت به اندازه کافی باشه و کتاب ها اینجا برای فروش هستش و جناب پروفسور دستینه میکنن، امضا خواهند کرد و قیمت هر کتابی هم 35 پوند هست و میتونن دوستان حتی با کارت هم بپردازن. من کارت ریدر آوردم که در اشکالی از اون نظر هم نباشه اگر کش ندارن. به هر حال امروز این همایش رو ما 4 شهریور ماه 1402 در اینجا انگلستان داریم برابر 26 اوت و شنبه آینده در پاریس برنامه جناب پروفسور خواهد بود و بعد از اون در اسپانیا و خاور و باختر آمریکا و در کانادا برنامه‌های دیگری خواهد بود. به هر حال ایرانیان و به ویژه بانوان، کهنسالان و جوانان میهن که تاکنون بیشترین صدمه و زخمه را از حکومت خودکامه دینی در میهن چشیده‌اند، با رویگردانی از آیین اسلام و کیش تشیع در زمان کنونی به طعن و لعن آنانی میپردازند که آورنده این فرقه دینی به ایران یا پشتیبانش بودند و آنان را هدف ژاژخواهی و هرزه درایی قرار میدهند، بی آنکه آگاهی بسنده از چگونگی و چرایی پیشینه و گسترش تشیع در فلات ایران داشته باشند که امروز جناب پروفسور در این زمینه
مفصلا صحبت خواهند کرد. این نوشتار که خدمت دوستان ارائه خواهد شد در پژوهشی گسترده و با پشتوانه مستند در 680 برگ نشان می‌دهد که تشیع از چه دوران‌های دور به ایران راه یافت و چگونه ایرانیان از همان روزهای نخست آمدن اسلام به ایران از آن به شکل ابزاری برای پاسداری از فرهنگ، هنر، دانش، زبان و آزادسازی خود از یوغ بیگانگان بهره گرفتند و با این ترفند از تازی شدن فلات ایران و فراتر از آن پیشگیری کردند تا به امروز که دیگر این ابزار ساختگی کاربرد خود را در سپهر پسا جمهوری اسلامی از دست می‌دهد. این نوشتار نشانگر گزینه‌های دانشورانه دوری جستن از خرافه‌هایی است که ایران را از پیوستن به گام‌های پیشرفت جهانی باز داشته و هفتمین کشور ثروتمند گیتی را اینچنین در روزگار کنونی به خاک ذلت نشانده است و رهگشای مبارزان راه آزادی میهن برای گسترش خردگرایی و روشن اندیشی در میان ایرانیان و به ویژه نوسالان و جوانان است. من اینجا یک مختصری هم از شرح حال خود جناب پروفسور خدمت دوستان ارائه میدم. شهر لندن برای جناب پروفسور صفوی شهر ناآشنایی نیست. ایشون سال پیش و بسیاری از دوستانی که اینجا تشریف دارید از دوستان قدیمی ایشون هستید، در اینجا تشریف داشتن. جناب حسن صفوی آموزش دبستانی را در فیروزکوهی و دبیرستانی را در فیروز بهرام تهران به پایان بردند و پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی در کالج استفورد هاوس لندن از دانشکده پزشکی دانشگاه منچستر در علوم زیست روانی فرهیخته شدند. دوره روانشناسی پویا را در مؤسسه روانشناسی دانشگاه لندن و رواندرمانی کودکان و نوجوانان را در مؤسسه روانشناسی کودک همان دانشگاه و زینه فوق دکترای خود در روانشناسی رشد را در بیمارستان ادنبروک دانشگاه کمبریج گذراندند. پیشینه کار ایشون استادیار مؤسسه روانشناسی کودک لندن، دانشیار روانپزشکی کودک دانشگاه تهران، مدیر دفتر طرح و برنامه وزارت علوم آموزش عالی، استاد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، قائم مقام رئیس مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی آموزشی کشور، استاد و مدیر دروس دانشگاه صنعتی آریامهر، رایزن عالی سازمان هدایت کودک استانهای برکشایر و ساری انگلستان و مدیر دانشگاه آمریکایی ماربیا در اسپانیا، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و رئیس دانشگاه آمریکایی علوم انسانی در ایالات متحده آمریکا رو در بر میگیره. ایشون دارای نشانهای همایون و تاج از ایران، مدال یادبود بنیانگذاری دانشکده پزشکی مسکو و مدال زرین علمی از اوکراین هستند. همچنین دارای دکترای افتخاری از دانشگاه جمهوری اوکراین و دانشگاه کاتولیک یونان برای خدمت به آموزش عالی بین المللی هستند. ایشون نگارنده و مترجم 14 کتاب هستند. دوستان خواهش میکنم، حالا میدونم دوست عزیزمون اینجا دارید بعضی ها رکوردینگی میگیرید، رکوردینگ الان ضبط میشه، برنامه به طور زنده الان داره پخش میشه و ضبط میشه. سپاسگزار میشم اگر فقط تیکه هایی از برنامه رو ضبط بکنید، تمام برنامه رو ضبط نکنید. سپاسگزار میشم ازتون. جناب پروفسور در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزارم از فرمایشات آقای دکتر بقایی یزدی و بسیار سپاسگزارم از آمدن دوستانی که اینجا تشریف آوردن، مهر ورزیدند. میدونم که برای رونمایی یک کتاب شاید انگشت شماری علاقه داشته باشن. بد نبود که در اینجا ما یکی از خوانندگان مردمی رو هم دعوت میکردیم که شاید 2-3 تا تصنیف میخوندن و حتما پشت در یه عده‌ای منتظر میموندن.
من در زمانی که پدرم معاون ارتش ایران لشکر سوم آذربایجان بود در تبریز به دنیا آمدم. پدرم تبار اصفهانی داشت، مادرم تبار همدانی، هر دو بزرگ شده تهران و من تبریزی به دنیا آمدم. و به یه لحاظ خاصی نمیدونم، حتی به عنوان یک روانکاو نمیتونم بگم چرا، ولی وقتی شما یه جایی به دنیا میاین یه نوع دلبستگی به اون محل پیدا میکنید. با اینکه هیچ رگ و ریشه تبریزی ما نداشتیم، من خودم همیشه تبریزی دونستم، بچه تبریز دونستم. روزگار تلخ ما در لندن آغاز شد و همینطور ادامه داشت تا بنده به همونطور که جناب دکتر بقایی فرمودن و دعوت شدم به امریکا و در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی مشغول کار شدم. از همون زمانی که اینجا دوستانی هستن مثل سرکار خانم سیمین آجدانی، سرکار خانم مورشال، جناب دکتر ناصر رحیمی از دوستان بسیار دیرینه بنده از زمان مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی و خارزاده های من اینجا هستن. 43 سال پیش تو این شهر ما ایستادگی در برابر جمهوری جهل و جنون رو آغاز کردیم. دلیلش هم این بود که میپنداشتیم و به درست پنداشتیم که زمانی که شما یک مشعلی رو زنده نگه بدارید، امید این هست که اون رو به نسل بعدی بدید. وقتی نگاه میکنیم در گیتی میبینیم خب در یونان پادشاهی برانداخته شد، در نپال پادشاهی برانداخته شد، در رومانی پادشاهی برانداخته شد. انقلاب ها در این کشورها روی داد، ولی به باد فراموشی سپرده شد پادشاهی. 43 سال است که انقلاب جهل جنون ایران روی داده، ولی پایبندان به سامانه پادشاهی دست از فعالیت شبانه روزی خودشون بر نداشتن. مشعل زنده بود و این کاری رو بعد از رویداد تلخ کشته شدن ژینا امینی که جمهوری جهل و جنون حتی اجازه نمیداد به نام خواسته پدر مادرش خوانده بشه، بهش گفتم بعد اسمشو بذارید مهسا. ژینا اسم کردیه، مثل که کرد از کره مریخ اومده. کرد و آذری مادهای نخستین اون سرزمین هستند. پادشاهی های ما از کردستان و آذربایجان آغاز میشه و به هر روی از زمانی که این گرفتاری تلخ برای تاریخ معاصر ما پیش آمد و این دختر 22 ساله رو به اون وضع فجیع در داخل وانت گشت ارشاد، چه نام بی مسمایی، گشت ارشاد، گشت کشتار بفرمایید، کشتند.
خیزش مردمی علیه تشیع به عنوان ابزار کشتار کودکان و نوجوانان آغاز شد. در همین حالت یه عده براشون این پرسش پیش آمد که این تشیع چیه؟ خب بعضی مثل ما در خانواده های بزرگ شدیم، خانواده من ارتشی بودن، هیچ وقت مذهبی نبودن. من تمام دوستانی که داشتم خونه‌مونم به اتفاقا تو خیابون نادری، کوچه مهمانخانه نادری بود، تمام همسایه های من یا ارمنی بودن یا یهودی بودن یا زرتشتی بودن یا بهایی بودن. ما بودیم با سام سلطان بیات که زمان نخست وزیر بود، خارزاده آقای دکتر مصدق، به ظاهر مسلمون که هیچ کدومون هم مسلمان نبودیم، چون بابای من هم مشروبشو میخورد، نمازش هم نمیخوند، هیچ وقت هم روزه نگرفته. ما گرفتاری مذهبی نداشتیم تو خانواده‌مون، ولی خیلی افتخار میکردیم به پیشینه خانواده. تاریخ شفاهی خانواده مادریم و پدریم به طور شبانه روزی تو گوش ما خونده میشد. باید افتخار بکنید شما ایرانی هستین، خانواده‌تون برای مملکت کار کرده، مملکت اینطوری بوده اینطوری شده، بابا بزرگت در جنگ با انگلیسا تو منجیل اونطوری کشته شد. وقتی این داستان ژینا امینی پیش اومد، من یک باری دیدم به اون چیزی که 10 سال بهش پابند بودم، افتخار به خانواده‌ام، حالا داره باعث سرشکستگی میشه. چرا؟ چون شروع کرده بودم به فحاشی به شاه اسماعیل صفوی که مرتیکه فلان فلان شده، اگه دست آخونده رو نگرفته بود، به ایران نیاورده بود، ما امروز این پدر سوخته ها رو تو ایران نداشتیم و فلان. ای بابا، و هرچه راجب صفویه میدونستم خلاف این چیزی که شما میگین. من اون چیزی که در نقاشی های 40 ستون از نیاکانم میبینم پادشاه نشسته مثل خود بنده، ریش تراشیده، سیبیلای چخماخی، جام شرابش در دستشه، صراحی شرابش هم جلوشه، رقصندگان زیبا با بدنهای موزون دارن براش میرقصن، بانوان هم دارن براش ساز میزنن. اگر گرد مسلمانی این است که شاه عباس دارد، من خیلی مسلمانم. بران شدم که دریابم کدوم واقعیته. چون من آدمی هم تو که آقای دکتر بقایی اشاره کردن، عمرم توی آزمایشگاه و کلاس درس و اینا گذاشته. باید واقعیت رو بیابم. به دنبال اینم که ببینم تحریف تاریخی کدومه. اونی که عمه جون سلطنت خانم و مادر بزرگم ملکه خانم قره‌گزلو به من میگفتنه، یا اونی که این آقای عمامه به سر توی تلویزیون لندن میگه که در زمانی که اسماعیل صفوی وارد تبریز شد 200,000 مرد تبریزی رو دستور داد بردن به مسجد کبود، در کنار هر یک، خب ملاحظه بفرمایید، در کنار هر یک تبریزی مرد که آمده بود اونجا 2 قزل باشه که این ورشه که اون ورش وایساده بودن، و بعد دستور داد که اذان بخونن و به پایان اذان بگوین خیر علی الصلاة، خیر علی الفلاح، خیر
الان خیر العمل که مال شیعه هاست، هر کی این خیر العمل رو نگفت قزل باشه سرشو ببر. نقشه مسجد کبودم پشت سرمون الله است. به عنوان بچه تبریز که تبریز رو ندیده بود تا 12-13 سالگی بعد از کشته شدن پدرش، من شاهگلی تبریز دیده بودم، ارگ تبریز دیده بودم، بچه تبریز بودم، بخواستم تبریز بشناسم، بازار تبریز رو دیده بودم، دشت باسمنج رو دیده بودم، مسجد کبود رو هم دیده بودم. از جایی هم که اهل علم بالاخره یه چیزایی تو مغزمون کرده بودن تو این دانشگاه، پر خودم نشستم بگم این مسجد کبودی که من دیدم با این شماره‌ای که این آقای آخونده داره میده، سنیه علیه جمهوری اسلامی از طرف عربستان سعودی و بعد هم میهنان من، شاه دوستان، جمهوری خواهان، حتی بعضی از کمونیستا او رو دارن تکرار میکنن راجع به شاه اسماعیل. 200,000 مرد تبریزی، 1.5 برابر از نظر علمی دیگه آقای دکتر، آقای پروفسور مشتهدی، 1.5 برابر قزلباش، یعنی 300,000 قزلباش. برای اینکه این تبریزیان فرار نکنن جلو هر کدوم از صفهایی هم که هست باید یه قزلباش وایسته دیگه، دست کم 4,000 تا قزلباش دیگه هم باید اونجا وایسته. پس 504,000 آدم در مسجد کبود جمع شدن. خب مسجد کبودی که من دیده بودم 540 نفر آدم هم نمیگیره. یه جایی این مثل که با واقعیت نمیخواند. این صحن مسجد کبوده، این اندازه هاشه، این خود مسجد کبوده که همون کسانی که حمله میکنند به شاه اسماعیل میگن در مسجد کبودی که سلاجقه ساخته بودند، حتی سلجوقیان این مسجد را ساخته بودند، جهانشاه حقیقی ساخته بود. حتی بعضی از شما خواهید پرسید جهانشاه حقیقی کی بود؟ پادشاه ایران بود. ولی در تاریخ، در این تحریف های تاریخی ما هیچی راجع به خاندان حقیقی نمیدونیم، هیچی راجع به خاندان بایندر که بعد از حقیقی ها آمدن و پایتختشون تبریز بود نمیدونیم، هیچی راجع به امیر چوپانیان که پیش از حقیقی ها بودن نمیدونیم. چرا؟ چی رو داریم ما قایم میکنیم؟ اون چیزی رو که داریم قایم میکنیم اینه که امیر چوپانیان حقیقی ها که عثمانی ها که دشمنشون بود بهشون میگفتن قرقایونلو و بایندرها برجسته‌ترین، یکی از برجسته‌ترین خاندان‌های تاریخ میهن ما از نیاکان خانواده صفوی که بهشون عثمانی ها به تحقیر میگن آقایونلو، ما هم همین جوری تو کتابای تاریخمون می‌نویسیم. راجع به گران یوسف، گران فارسی بزرگ،
و گران حسن هیچی نمیدونیم، ولی تاریخ‌های اروپایی ها به نام گرند یوسف و گرند حسمی از این بایندورها یاد شده. پایتخت امیر چوپانیان، پایتخت حقیقی ها، پایتخت بایندورها 3.5 قرن پیش از آمدن شاه اسماعیل صفوی پایتخت خاندانهای شیعه بوده. این چگونه است که 3.5 قرن یه شهری پایتخت پادشاهی های شیعه باشه ولی مردمش سنی باشن؟ اینو به من بگی. این رو هم گذاشتن عقل جور در نمیاد. این که زمین فوتبال رو زمین فوتبال رو نشون. وقتی نگاه بکنیم به اون ادعایی که کردن راجع به 504,000 نفر در مسجد کبود، این دست کم برابر است با 62 زمین فوتبال، 40 هکتار حداقل صف آدمایی که باید وایسن. یعنی یه چیزی از تمام سطح شهر تبریز بزرگتر. خب از اینجا بنده تازه کارم شروع شد. گفتم اگه این دروغا رو راجع به شاه اسماعیل میگن و راجع به آمدن شیعه میگن، و این شیعه از کجا آمد تو مملکت ما؟ و شروع کردم به تحقیق کردم. از کجا شروع کردم؟ از اونجای شروع کردم که اسلام در دوران ساسانیان و امپراتوری بیزانس روی داد. آمدم نگاه کردم پدو خودم، گفتم این چگونه است که من به عنوان استاد میزبان به کشورهای شمال افریقا زیاد رفتم. مصر، به مصر رفتم، به عرضم بزرگتون که به تونس رفتم درس دادم، مراکش درس دادم. در این کشورها همه دارن زبان عربی صحبت میکنن، همه دارن لباس عربی میپوشن، همه دارن رفتار عربی میکنن. ولی در این زمان تمام اینها بخش از امپراتوری بیزانس. در اینجا میتونید با پونتر استفاده کنید. اصلا در اینجا که ملاحظه می‌فرمایید رفت بخواه چی کش کرد. خب بهتر. در اینجا تا اینجا 9 زبان وجود داشت. 9 زبان، هر کسی زبان خودش رو صحبت می‌کرد. فنیقی بوده، آرامی بوده، آکادی بوده،
دبرنیک بوده، افریق بوده، کپتیک بوده در مصر. امروز تنها جایی که این زبان ها هنوز زنده است در مصر، اونم به دست کی؟ به دست چند تا آخوند قپتیک. همه چه زبون عربی شد. خب حالا این ورز رو نگاه بکنید. کردستان ایران، میایم شمال ایران، سرزمین های آران و آلبانیه، میریم به اون طرف ترکمنستان، قزاقستان، تا شمال مصر، تا شمال چین. 19 کشور مسلمان هست. کدومشون عربی صحبت میکنه؟ این وریا همه دارن عربی صحبت میکنن. اون وریا چرا عربی صحبت نمیکنن؟ اونا مسلمانه. چی باعث شده که از اینجا به بعد عرب کسی نشه، مسلمان بشه به قول ویلدرانت، ولی عرب نشه؟ گفت ایرانی ها مسلمان شدند، عرب نشدند. دیگران در باختر عرب شدند، بعضی ها مسلمان نشدند. امروز شما نگاه بکنید، یهودی دارین در مراکش، عربه. شما در لبنان دروز دارین، عرب. ولی شما در قزاقستان و قرقیزستان ترک دارین، به قول خودشون ترک. حالا چرا ترک نمیدونم، عرب نیست. حسن صفوی اسمش عربه، اصلا عرب نیست. فارسی صحبت میکنه. چه فارسی صحبت میکنه؟ فارسی 1600 سال پیشه، بهرام گور. روزی که بهرام گور آمد و تاج رو از میان دو شیر باید برمی داشت که بذاره رو سرش، آخوندهای اون زمان که بهش میرسیم الان، آخوندهای اون زمان یک کسی رو به اسم اردوان آورده بودن، گذاشته بودن پادشاه. بهرام گور گفته آقا من پادشاهم و پسر ارشد شاه هم و آمدم تختم رو بگیرم، تاج تختم بگیرم. گفتن تاجتو میخوای؟ برو عوضت دو تا شیر برد. گفت این یارو اردوانه چرا نره؟ گفت نه اون الان تاجت داره، تو اگه میخوای برو تاج بردار. بهرام که اسم اصلیش این معربه، این حتی ما نمیدونیم که بهرام معرب وهرامه، ما با و میگیم. وهرام بچه بود گردن کلفت، ورزشکار، رفت یک مشت تو سر این شیر، یک مشت تو سر اون شیر، دوتا شیرها بیهوش که شدن، سر هر دوتا شیر رو ماچ کرد، تاج رو بر سرش گذاشت و اون شعر مشهورش رو خوند: منم بهرام گور، منم ببر یله،
منم گرگ درا، منم شیرشنبله. شیرشنبله یعنی چی؟ یعنی کسی که سر شیر میبوسه. شنبله یکی از اون واژه هایی که با فارسی متاسفانه داره یادمون میره، ولی تو ضرب المثلامون استفاده ازش میکنیم. میگن دیشب آقای دکتر بقایی مهمونتون کی بود؟ میگه آخ نپرسید، اره و اوره و شنبل قوره. شنبل قوره یعنی اون بچه کوچولوه که شما پدر مادرش انتظار دارن بگیرین ماچش بکنی. بوسه زن. 1600 سال پیش شعر بهرام گور من برای شما اینجا تکرار میکنم، شما میشتون. هیچ کدام از این کشورهای بیزانسی زبان 1600 سال پیش آبا و اجداد و نیاکان خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن چه زبانهای مرده هستن. خب اینجا بود که گفتیم چی باعث شده این پیش بیاد. اون چیزی که باعث شده فرهنگ و توان فرهنگی ایرانی بود. از روز آغاز ما با اسلام گرفتاری داشتیم، چون ما توقع نداشتیم یک امپراتوری بزرگ در گیتی به اون آسانی به چنگال کسانی بیفته که نمیشناختیم. چرا نمیشناختیم؟ اونطوری که به ما یاد دادن، گفتن اینا در عصر جاهلیت بودن. رئیسشون کسی که دین آورده بود یه آدم بی سواد بود، امی بود، محمد. اینا هیچ کدومشون اسلحه نداشتن، یه چوب چماق دستشون گرفتن، آمدن ارتش 200,000 نفری پیر سوار ایرانی شکست دادن. پس اینا بخشی از چی میشه؟ از معجزات محمد میشه. نه قربان، اینطوری نیست. یک تحریف تاریخی دیگه است. همین بهرام گوری که خدمتتون عرض کردم، از اونجایی که یک بخشی از ایران که میان رودان نامیده میشد، بعد شد بین النهرین، بعد شد امروز عراق و عرب، اینها رعیت شاهنشاهی ایران بودن ولی زبانشون عربی بود. همان گونه که در دوران صفویان و در دوران قاجار ما ولیعهد نشین داشتیم، در دوران صفویان ولیعهد نشین ما 2 جا بود، هرات و تبریز. در دوران قاجار ولیعهد نشین ما تبریز بود. همونطور در اون زمان یه ولیعهد نشینی داشتیم در یک کشوری که هیچ کدام شما اسمشو نشنیدین، دادان. عربا بهش امروزه میگن لحیان. کشوری در باختر نجد و حجاز، تمام اون دامنه دریای قرمز، پادشاهی به اسم موسی بن مخزر، بخشی از شاهنشاهی ایران، بچهش و پادشاه میفرسته اونجا که بره عربی یاد بگیره.
این بهرام عربی هم همینجا یاد گرفته بود. با لشکر مخزر بود که آمد تا تیسفون و تاج رو گرفت. پس اون مملکته در دوران جاهلیت و یه مش گشت گدایینه نبودن. بخشی از دنیای پیشرفته اون زمان بود. ارتش داشت، ارتشش انقدر قوی بود که ارتش اردوان ساسانی نتونست جلوش وایسه. بهرام گور رو آوردن و پادشاهش کردن. در همون زمان وقتی نگاه بکنید میبینید که در ایران ما دستخوش اندیشمندی های آخوندی شدیم. بانوی بسیار گرامی اینجا تشریف دارن از بهدینان ما که میتوانند گواه بدن. در آیین بهدینی به قول اکثریت ما زرتشتیگری مسائل دنیوی با مسائل معنوی از هم جدا هستند. دین یک فلسفه زیست شخصی، به شما یاد میده بهدینی چی؟ گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک. این فلسفه زندگی. نمیگه اگر که گفتار نیک، کردار نیک، اندیشه نیک نداشته باشی یه خدای اون بالا نشسته که بعد میبرد یه جایی اسمش جهنمه، اونجا هر روز صبح سر روغن داغ میریزه که کباب شی، بعد آخر روز حالتو جا میاره که فردا صبح دوباره این کار بکنه. این یارو خیلی به قول ما روانکاوا دوچار سادیسمه. همزمان با به قدرت رسیدن پایین ترین رده آخوندهای بهدینی در دوران ساسانیان که یک نظام طبقاتی عجیب غریب درست کرده بودن، 5 طبقه اجتماعی وجود داشت که در این 5 طبقه اجتماعی اونی که اون بالا نشسته بود میتونست بیفته به پایین ترین طبقه اجتماعی، یعنی گداگشته ها، به پیونده، ولی هیچکی از این طبقه اجازه ارتقاء به طبقه بالا رو نداشت. حتی زبانشون هم با هم دیگه فرق میکرد. دبیره های هر کدوم از این 5 تا با اون یکی فرق میکرد. کسی که دبیره درباری داشت دری، اگه اونی که طبقه گداگشته ها بود باش به زبان خودش صحبت میکرد میداد سرش رو میبریدن. چنان دوران وحشت آغاز شده بود. همان موقع کسانی که واقعا به بهدینی علاقه داشتن آمدند و کوشیدند که در دین اونجوری که اینها این رذیلان داشتن انجامش میدادن نوسازی بشه. مانی و مزدک اینها نوآوران بهدینی بودن. برخلاف اون چیزی که آخوندها این روز میگن که اینا
دین آورده بودن، پیغمبر بودن، اینا پیغمبر نبودن. اینها نوآورانی بودن مثل لوتر و کاتولیسیسم در آلمان. شوربختانه همون زمان در بیزانس باز هم کار دست آخوندهای عیسوی افتاده بود. هر دوتای این گروه های آخوندی معتقد به آخر زمان بودن. اون رذیلای ایرانی پارسیک بودن که از خراسان می آمدن و فارسیک بودن، فارسی امروزی ما که بهشون هوزی میگفت. اینا با هم دیگه همیشه می جنگیدن، دعوا داشتن. همشون هم میگفتن دیگه این دوران آخر زمان است و به زودی سیوژانت خواهد آمد و دنیا رو یک امپراتوری تسخیر خواهد کرد و عدل و عدالت رو برقرار خواهد کرد. اون امپراتوری هم امپراتوری ساسانی است. اینا از طرف این میگفتن. از اون طرف آخوندهای عیسوی اونوری چی میگفتن؟ میگفتن امسال سال 6000 توراته و سال 600 امپراتوری بیزانسه. رقم 6 علامت شیطانه و آخر زمان. به آخر زمان رسیده. یک امپراتوری در جهان خواهد ماند که اون امپراتوری عدل و عدالت رو برقرار خواهد کرد و اون امپراتوری بیزانسه. 700 سال ایرانی‌ها با رومی‌ها می جنگیدن، 135 سال آخر ساسانیان با بیزانس گلاویز بودن. رمقی برای دو امپراتوری دیگه نمونده بود. خودشونو له و لورده کرده بودن. هر کسی هم که آمد نوآوری بکنه باش درگیری پیدا کردن. پادشاهی آمد بر تخت نشست به اسم قباد که عربا بهش میگن قباد، ما هم بهش میگیم قباد. اسمش قباد نیست، قباد. در دوران قباد مزدک آمد. مزدک چی میگفت؟ میگه آقا این 5 طبقه بسته نظام کاستی رو ورداریم، مردم ناراضی خواهند شد، مردم انقلاب خواهند کرد. چی کنیم؟ هیچ کسی حق نداشته باشد بیش از 1 زن داشته باشد. هیچ کسی حق ندارد بیش از 700 درهم پسنداز داشته باشه، درهم طلا. هیچ کس حق ندارد بیش از 1 ده و 1 خانه و 1 خانه یه علاقه ملک داشته باشه. جلوی دزدی رو بگیریم، جلوی حقه‌بازی دینی رو بگیریم. کوات هم این رو قبول کرد. در دوران پادشاهی کوات اندیشمندی مزدکی به ویژه در ارتش ایران بسیار گسترش یافته بود، چون ارتشی‌ها بسیار دلتنگ بودن از اینکه در رده 3 طبقات اجتماعی قرار داشتن. اول
دریا و درباریا و دبیره ها بودن، دوم روحانیان هر گونه بودن، سوم ارتشیان بودن، چهارم بازرگانان بودن و پیشوران، پنجم کشاورزان و بقیه آدمای بیچاره. ارتشیا دارید شون پر بود از این جریان. خب دختر فرانسپه بود، اجازه نداشت زن پسر فلانشازده بشه یا زن فلان آقای موبت بشه. دختر ارتشی باید زن پسر ارتشی بشه. اگرم میرفت زن پسر تاجر میشد، این وقت اجازه نداشت با بابا ننش به زبون خودش صحبت کنه، بعد با زبون طبقه پایین تر صحبت میکرد. مردم ناراضی شدن. در این ناراضیگری ارتشی ها بیشتر نقش داشتن، به ویژه رده های بالاشون. بعد از قباد خیلی گرفتاری داشت، از تخت انداختنش پایین، دوباره یه ده طرفدارانش اومدن آوردنش سر کار، دوباره گرفتنش، ولی پافشاری کرد. شوربختانه برای ما پس از او پسرش به تخت نشست به نام انوشیروان دادگر که تنها کاری که نکرد دادگری بود. اولین کار که کرد دستور داد هر مزدکی رو هر جا پیدا کردید به دختر پسر بچه نوزاد کلش ببر. شمار زیادی از کسانی که مانوی بودن در گروه پارسیک ها زندگی میکردن در خراسان، اینا فرار کردن رفتن طرف چین. برای همین هم هست که شما امروز در چین آثار ادیان مانوی رو پیدا میکنید. بیشتر افسران ما که بالاخره در پایتخت زندگی میکردند و در جایی که نبرد هست با بیزانس فرار کردن. به کجا رفتن؟ به طرف باختر، به جایی که دست ایرانیا نرسه، به طرف یمن. یکی از اینها که درجه امروزی رو اگه بخوایم ترجمه کنیم درجه سرلشکری داشت به اسم بزخشان پسر مهران. این TH انگلیسی که میگیم the man with the golden arm، the man with the golden arm، عربه میگه the man، د میگه، دی TH عربی نداشت ولی زبان پارسی داشت. بهش باید چیزی مثل ذ میگفتیم. بنابراین اسم این آقا بود بزخشان پسر مهران، سرلشکر، مزدکی بود. فرار کرد، خونه و زندگیشو از دست داد. براتون خاطره سازی بشه، تو همین شهر نام نمیارم ولی شما یادتونه رئیس شهربانی مملکت نصف شب وارد شد و جای اقامت نداشت. براش یه هفته در یه جا به زحمت یه دونه اتاق گرفتیم برای خودش و خانمش تا والا حضرت شاه اشرف پهلوی پول فرستادن براش یه آپارتمان اینجا خریداری شد. یه همچه حالت. آقای بدخشان پسر مهران
دست زن بچه‌شو گرفت فرار کرد رفت به عربستان. اون موقع اسمش که عربستان نبود، نجد و حجاز و دادان بود و یمن. ایشون رفت در طرف دادان و اونجا مشغول شد به کاری که من آقای دکتر بقایی یزدی و آقای دکتر نادر بقایی یزدی میکنیم، درس دادن. آقای پروفسور هشتری درس دادن. چی درس میداد؟ فارسی درس میداد، یونانی درس میداد، علوم جنگی درس میداد. خب عربا از خدا خواسته چرا یک کسی به نام محمد پسر عبدالله پیدا شده بود که میگفت میشه از این شرایط آخر زمانی استفاده کرد. و شعار ببینید، میشه از این شرایط آخر زمانی استفاده کرد و به گنج‌های قیصر و خسرو دست یافت. هرچی گشنه گدا بود اونجا به الحمدلله لا یا الحل. این آقای محمد ابن عبدالله از یک خانواده محترم شهر مکه بود. پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب بود که پردهدار خانه کعبه بود. خانه کعبه رو همه فکر میکنند بتخانه بوده. این هم یکی دیگه دروغ است که برای بزرگ کردن محمد ساختن. خانه کعبه بتخانه نبود. خانه کعبه یه جایی بود که هر کدوم از قبیله های عرب اومده بودن نشانه خودشون رو، آرم خودشون رو که یه مجسمه بود گذاشته بودن. سالی یه بار اونجا دور هم جمع شدن در ماه محرم که با هم دیگه جنگ نکنین، یه بار جنگ نکنین، چون بقیه مدت اینا همیشه همدیگه رو میکشتن. این اونو غارت میکرد، این دخترها رو میدوزید. محمد ابن عبدالله در چنین خانواده بزرگ شده بود که کار اصلیشون تجارت بین نجد و حجاز و امپراتوری بیزانس بود. محل اصلیش هم اون جایی است که امروز بهش میگیم ما سوریه. به قول عربای اون زمان شامات. عبدالمطلب بچه هاشو میفرستاد، جنس عربی هرچی بود خرما بیشتر میبردن اونجا به فرنگی ها میفروختن، جنس فرنگی میگرفتن میآوردن. آقای عبدالله در یک از سفرهایی که رفته بود یه بچه داشت، جوانم بود به اسم محمد. در برگشتن از شامات در شهر مدینه دچار بیماری میشه و دنیا رو ترک میکنه. محمد 1 ساله بود. هیچکی تاریخ تولد دقیق محمد رو نمیدونه. شیعه ها میگن دوشنبه 27 ربیع الاول، سنی ها میگن دوشنبه
17 ربیع الاول وقتی میایم نگاه میکنیم در یک گستره 10 ساله هیچ دوشنبه‌ای 17 و 27 ربیع الاول نبوده. من نمیدونیم بنابراین چه کسی متولد شده. و یه جایی یه کسی اونجا متولد شده بود، پدرش هم از دست داده بود، بر طبق سنت اعراب تا 7 سالگی پهلوی مادرش بود در یک قبیله به اسم بنی حدیفه. در 7 سالگیش پدر بزرگ به پسر دیگرش عمران دستور میده برو این بچه رو از مادرش تحویل بگیر برگردون به خانواده. و محمد رو میرن از مادرش میگیرن. ارثیه‌ای که بهش رسیده بوده یه کنیز بوده، 15 تا گوسفند و 5 تا شتر. برش میگردونن به شهر مکه. میره کجا؟ میره خونه این عموجان به اسم عمران که چون یه پسری داشت که درست همسنه، با اختلاف هر چون باز معلوم نیست که به دنیا آمده، با اختلاف خیلی کم با محمد به اسم طالب، به او میگویند ابی طالب. پس طالب پسر عمران و محمد پسر عبدالله همسن توی خونه عموجان دارن بزرگ میشن. عمران مثل بقیه بچه های عبدالمطلب میره برای تجارت به یکی از این شهرها. در اونجا با کی آشنا میشه؟ با آقای سرلشکر بدخشان پسر مهران که حالا بهش عربا میگن بدخشان فارسی. میگه خب شما چیکار میکنید؟ اینا میگه برای ما فارسی و آداب معاشرت و آداب سپاهیگری و یونانی درس میدیم. میگه چرا تشریف نمیبرید مکه؟ خونه ما به برادرزاده من و پسر من درس بدیم. میگه آخه من زن بچه‌م هم همراه. میگه خب اونا بیا، ما وضعمون خوب. پسری داشته همسن محمد، شاید 2-3 سال 3 سال 4 سال کوچکتر از محمد، به نام روزبه. پس ما حالا روزبه پسر بدخشان رو داریم و بدخشان پسر مهران رو داریم. میان به مکه، میرن در منزل کی؟ عمران ابن عبدالمطلب، مشهور به ابی طالب. در اونجا شروع میکنه به اینا درس دادن. بچه خودش هم با اینا میشسته درس میخونده. به قدری بچه مؤدب و موقر و خب بچه سرلشکری بوده، بچه خانواده بزرگ ایرانی بوده، رفتار قشنگ اجتماعی، بهش میگن که عجب بچه سربزیر محترمیه. به زبان فارسی به زبان عربی بهش چه میگن؟ سلمان. و هو سلمان، اسم این دیوس میشه سلمان فارسی. میشه همبازی آقای محمد و آقای طالب و
رفیق جونجونی هم دیگه، محمد ابن عبدالله که بی سواد است و از معجزات اوست قرآن، هم زبان عربی بلد بود، هم زبان فارسی بلد بود، هم زبان یونانی بلد بود، هم حساب کتاب بلد بود. برای همین در 16 سالگی شروع کرد به تجارت با شامات. با کی؟ با شرکت طالب و شرکت سلمان. به حدی رسید وضعش از نظر تجارت و بازرگانی و بلد بود که بره چطوری به زبون یونانی با بیزانسیا داد و ستد بکنه، که در 20 سالگی یه بانوی 38 ساله مولتی میلیونر عرب به اسم خدیجه بهش گفت عمو جان تو بیا امین و تجار من بشو. این بانو مشهور است به الامیر تو قریش، شاهزاده خانم قریش، الامیر تو قریش. مالتی میلیونر. چرا؟ 3 شوهر کرده قبلا، سر هر 3 شوهر خورده، هر 3 شوهر مالتی میلیونر بودن. کارش چیه؟ ابریشم وارد میکنه برای لباسهای مردانه و زنانه، خرما صادر میکنه، ابریشم وارد میکنه. خانم ها، آقایان، بانوان، سروران، برای کسی که ثروتمندترین زن نجد و حجاز هست، امین و تجاری که باید بره با یونانی زبانها معامله بکنه، در یک کشور بیگانه معامله باید بکنه. بعضی از شما اهل معامله هستید، میدونید باید چونه زد، باید رفت جنس خوب پیدا کرد، مال جور پیدا کرد. کار آدم بی سواده. اون بانو انقدر نادانه که میره یه آدم امی بی سواد رو پیدا میکنه، کارا رو براش میکنه، یه آدم مولتی میلیونر. نخیر، محمد ابن عبدالله حساب کتاب هم خوب بلد، هم 3 زبان بلد بود، هم حساب کتاب بلد بود. خیلی هم خوب حساب کتاب بلد. به قدری اگر ستبیم که به بوک ساینینگ هم برسیم، بله؟ به بوک ساینینگ هم برسیم الان تموش داریم بکنیم. محمد رو بگیم و عبیه کبی طالب تموش. یکی از بامزه ترین داستان ها این است که خدیجه بانویی که به گفته 18 سال به گفته 25 سال از محمد بزرگتر بود، او بود که رفت به خانه ابی طالب و او بود که از محمد خواستگاری کرد و محمد پاسخ داد من خانه زندگی ندارم، در خونه عموجان زندگی میکنم. گفت خانه زندگی من مال تو. گفت احسنت لبیک. تشریف بردن.
دارای 5 فرزند شدند که از اینها فقط یکی زنده موند و او به نام فاطمه زهرا همسر پسر عموی خودش شد، علی ابن ابی طالب. تا زمانی که خدیجه زنده بود محمد همسر دیگری اختیار نکرد. خانه و خانمان رئیسش خدیجه بود. روزی که خدیجه درگذشت و او ثروت به 4 فرزندش رسید، 3 فرزند از ازدواج‌های قبلی داشت، یه دونه بچهش هنوز زنده مونده بود و فاطمه زهرا بود. به فاطمه زهرا رسید، محمد یه نفس راحتی کشید و 23 همسر اختیار فرمود. حالا چون آقای دکتر علاقه داره که من زودتر تموم کنم، تا زودتر تموم کنم، میرسیمش به آخر داستان. آخر داستان رسیدم. روزی که محمد مرد در منزل همسر سوگلیش فوت کرد به نام عایشه بنت ابوبکر. ابوبکر که بعداً خلیفه شد، دختر 17 سالش عایشه. این دختر 10 سال بود که همسر محمد بود. از 7 سالگی وارد منزل محمد شد. در 9 سالگی خانوادگی با هم نزدیک شدن. در 17 سالگی بیوه شد. دختر عمر بن خطابی که یه زمانی قرار بود محمد ابن عبدالله رو بکشه، بعد علی ابن ابی طالب جلوشو گرفت، گفتش من تو رو میکشم، به اسم حفظ. او 21 ساله بود. عروس چی میگن؟ ناتنیش، پسر عروسی که یکی از پسرهای خدیجه داشت و در حال عروس محمد بود، همون که از خدا تشکر کرد برای احسن خالقین، خوشگل شد، او رم گرفت. 27 ساله بود. خب یه دونم سوره قبل از فوتش اعلام کرده بود که همه اینا مادر شما هستن، مادر امتن. بنابراین هیچ کی نمیتونست مادر خودشو بگیره. ابوبکر و عمر پدرزنا و عثمان دامادشون اومدن جمع شدن گفتن آقا فوت کردن، 23 تا مادر امت گذاشتن دنبالشون که کوچیکه 17 سالشه. اینا اگر هم قراره 40 سال دیگه زندگی کنه در بساط نداره. این 23 نفر که قراره نگه داره، چون همه ثروت رسیده به کی؟ فاطمه زهرا. پس چی کار کردن؟ رفتن فاطمه زهرا رو به ضرب کتک اموالش ازش گرفت. در کتاب اونهایی که علاقه دارن کتاب قطوری شد خواهند خواند که فاطمه زهرا به علی ابن ابی طالب میگه آخه مرد حسابی، تو همون هستی که در یه روز وقتی محمد دستور داد مردان بنی قریظ رو بکشی در مدینه، 800 نفر رو سر زدی در یک روز. این چطوره که الان میاد زن و بچه تو
به نون شب محتاج میکنن. شمشیر تا غلاف کردی؟ جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ برای اینکه دوست جونجونیش سلمان فارسی بهش گفته بود روزگار ما خواهد رسید، ما ایران را خواهیم گرفت. اون تمام فکر و ذکرش انتقام از ساسانیا بود و اینقدر موند تا در نبرد قادسیه نشون داد چطوری میشه یه ارتش مجهز رو با یک همه کاری که الان جمهوری اسلامی داره با ناوهای امریکایی میکنه در خلیج فارس. این قایق فسفسیار قیش قیش، ولی 50 تا قایق میرن دوری نبرد ناو میگیرن. با همین وسیله میشه. این فیل مثل تانک بود دیگه، این فیلای اینا رو حبه برد. چرا؟ چون تمام مسائل سپاهیگری رو باباش یاد گرفته بود از لشکر بداخته، برای اینکه بتونه یه روزی انتقامش رو از اون کاست طبقاتی بگیره. روزی که فاطمه زهرا بعد از این جریانات خیلی ناراحت بود که اموالش رو گرفته بودن ابوبکر و عمر و عثمان، بعد از 8 ماه بعد پدرش فوت کرد. به مجردی که فاطمه زهرا هم فوت کرد که تنها همسر علی بن ابی طالب بود، علی بن ابی طالب هم گفت های مثل مرحوم آقا ما بریم دنبال خانوما. ایشون هم 16 تا زن گرفت. حرف آخر که حیف وقت کمه است، خانم ها آقایان 16 تا بانو رو نگه داشتن خرج داره. بعضی از اونها که یه دونه داریم میتونیم چی داریم میکشیم. وای به حال 16 تا. آقای علی بن ابی طالب مونده بود با این 16 تا چطوری من کار از کجا بیارم، چطوری شکمشون رو پر بکنم. یه راه حل براش پیدا شد. حدس نمیتونی بزنید راه حل چی بود. عمر بن خطاب 52 ساله عاشق دختر 10 ساله ایشون به نام ام کلثوم شده بود. ایشون در برابر 50,000 درهم طلا و 10 ربیع در کنار دریای خزر که میراث بچه‌های امام حسن بود توسط بنی امیه، دختر 10 ساله خودش رو به عمر بن خطاب داد و او هم صاحب یک طفل شد به اسم عبیدالله ابن عمر. بنابراین خواهش میکنم، حالا فحش میدید به شاه اسماعیل صفوی که ما آغاز ما از اونجا کردیم، بدید ما یه جوری جواب فحش شما رو بلدیم بدیم، ولی به علی بن ابی طالب که میرسه فحش بد ندید. چون وقتی بگین سر عمر یا فلان کردن به قبر عمر، داریم به داماد علی بن ابی طالب اهانت میکنید و پدر نوش. ایرانی ها از این گونه مسائل بهره گرفتند برای اون نبردی که خدمتتون عرض کردم.
چیکار کردن؟ وقتی بابک خرمدی، وقتی افشین، وقتی مهیزدیار گیدی، ولی وقتی اسپهبدان با بهدینی خرمدینی نتوانستند در برابر اسلام بایستند، آمدن از اسلحه اسلام بر ضد اسلام استفاده کردن. یه چیزی ساختن اسمش گذاشتن شیعه. رفتن به جنگ همونایی که داشتن به اسم بنی امیه و به اسم عباسیون میخواستن ما رو تبدیل بکنن به همون کشورهای عرب زبان و عرب نشان، ولی با ابزار شیعه ما جلوی عرب شدن خودمون رو گرفتیم تا امروز که ثابت شد همونطور که کلیسای کاتولیک با فساد خودش در اروپا رسید به پایان خط و تاریخ مصرفش گذشت، جمهوری جهل جنون آقای خمینی این کار رو برای شیعه در ایران برای ما کرد. دوران استفاده ایرانی از ابزار شیعه برای حفظ زبان و فرهنگ خودش دیگه به پایان رسید. ما امروز رسیدیم به یه جایی که میگیم شیعه دیگه تاریخ مصرف برای نسل ما اگر داشت، برای نسل نیکا شاکرمی دیگه نداره، برای حدیث نجفی دیگه نداره، برای محمد رضا رهنورد دیگه نداره و برای اینکه بتونیم بهش کمک بکنیم این دستش میدیم. میگیم اگر به من یاد ندادند راجع به محمد و راجع به علی ابن ابی طالب که باید بیام در کهنسالی برم این چیزا رو یاد بگیرم، تو 16 ساله بخون، یاد بگیر و بدون چرا تاریخ مصرفش تموم شده. سپاسگزارم. Thank you.